که موسیقی، وقتی که سرود، وقتی که رقص هست، در اونجا خوشبختی هست. بسیاری میپرسن که من شما سن و سالتان یک جور استی که باشدم، حالا هم شما نمودتان نه است. چه سیرش در چی میگوین؟ من فکر میکنم پیش از همه که سیرش همین که من در صنعت کار میکنم. فقط کار، نه تنها استعداد. اگر استعداد باشد و کار نباشد، اگر راهی درست کردن روند، موفقیت نمیشود. بعضی ها فکر میکنند که من талант دارم، استعداد دارم. مثلا خدا من به دادگی پس رفتن میگیرن، بالای خودشون به کار نکنن. اگر این هر روزه مشق. برای همین میگویم که گپ کم کردن در کار کردن در کار. مثلا من می رقص نغوره باز به 3 کروک اینها رقص بای میکنن، چرخ میزنن. این آسان نیست. همه این چی رو طلب میکنن؟ مهنت رو. من باز نگاه میکنم دختر چی از گپ زدنش، از معاملش چه تربیت دارد. مثلا این بایم نگاه کردن در کار. دختره که این خیلی 4 طرف به نگاه میکردگی، چشمش سال بیجا، این خیلی نباشد. همین چیزا بایم نگاه میکنن. کاری که نکنن از تحت دل کنن، از صدق دل و تو دلی تماشابین هر یک حرکتشون رفته رسیده تواند. لیکن این دخترای من نه تنها رقاصه نه، اینها اکتریسه. هر یکتش همچون اکتریسه. در هر یک رقص اینها یک نقشه شده میتید. برای همین اگر تئاتر نظم و نوای و رقص باشد، این بسیار یک چیز عجیبی میشد. همینش گنده که مهنت میکنید، مهنت صرف میکنید، انا اینها یک درجه نظم میبرورید، بعد میگویند که من پدرم نمازده است یا مادرم نمازده است یا برادرم نمیماند. همین خیکتی برآمده میروند. بعض شاگردو کمتر میشود و خیلی چی علاج؟ کاری ما همین. و من بسیار هم آرزو داشتم. این نه تنها آرزو، این یک خواهش بسیار کلانی من که تو زنده هستم، من میخواستم به خلقم، به وطنم خدمت کنم. چی کدی من خدمت کرده میتوانم؟ البته صنعتم کدی، البته تیار کردن کادرها کدی. اگر من مثلا یک مکتب می داشتم در همین دوشنبه، مکتب رقصی مثلا زیبا امینزاده، در اونجا من چقدر باز دخترای تربیه میکردم. بسیار میخواستم که همین من شنوند همین چیز شود، مکتب پیدا شود در همین خودی دوشنبه.